حدوداً 6 ماه پیش از طریق اینستا با کلینیک رایان آشنا شده بودم. حتی دور و بریام هر کی که میبینه تعجب میکنه این نتیجه‌ای که گرفتم خیلی عالی بوده. بعد یه دوره دیگه خیلی سر من خالی شده بود، ریزش موهام شدید شده بود. از طریق اینستا کلینیک رایان رو پیدا کردم، یعنی این نبود کسی به معرفی کنه. اگر بخوام از 1 تا 10 نمره بدم، نمره 20 رو میدم، چون واقعا کاشت خوبی انجام دادن برام. حدوداً 1 سالی بود جلوی سرم خالی شده بود قسمت شقیقام و ایورا، ولی الان که داخل آینه دارم نگاه میکنم واقعا خیلی خوبه. اصلا فکر میکنم رفتم به 6 سال قبل. سلام عرض میکنم، مهدی زاده سر هستم. از خوزستان اومدم و حدوداً 6 ماه پیش از طریق اینستا با کلینیک رایان آشنا شده بودم. اومدم اینجا کاشت انجام دادم. الان 6 ماه میگذره و از نتیجه راضیم واقعا. یعنی من حتی دور و بریام هر کی که میبینه تعجب میکنه این نتیجه‌ای که گرفتم خیلی عالی بوده. خود دکتر خیلی رفتارشون خوب بوده، پرسنل عالی بودن. وقتی برای اولین بار توی آینه موهاتو دیدی چه حسی داشتی؟ حس خیلی خوبی، چون حدوداً 1 سالی بود جلوی سرم خالی شده بود قسمت شقیقام و ایورا، ولی الان که داخل آینه دارم نگاه میکنم واقعا خیلی خوبه. اصلا فکر میکنم رفتم به 6 سال قبل. پس از طراحی خط رویش به شکاف‌های قسمت جلوی سر میرسیم که توی 1 سانتیمتر جلوی موها شما شکاف‌های لیزریشو براشون انجام خواهیم داد به کمک دستگاه لیزر تریکو اسکن، و در قسمت‌های پشت به شکاف‌های لیزری از تیغ دایاموند استفاده می‌کنیم که بتونیم کل سر رو با کیفیت مناسب کاش بکنیم. برای ایشون قسمت جلو رو با تراکم 55 گرفت در 1 سانتیمتر مربع کاش خواهیم کرد. 1 سانتیمتر جلو که لیزری هستش و گرفت‌های تک و دوی میکروسکوپی شده در این شکاف‌های لیزری جایگذاری خواهد شد. توی تصویر گرفت‌هایی رو می‌بینیم که از پشت سر بیمار درآورده شده. گرفت‌های 3 تایی 4 تایی توی قسمت شیت‌های جلو هستن که می‌بینید و در کنارش ما گرفت‌های تک میکروسکوپی شده هم براتون گذاشتیم که بتونید اینا رو هم ببینید. تصمیم گرفتین کاشت مو انجام بدین؟ حقیقتش بعد یه دوره دیگه خیلی سر من خالی شده بود، ریزش موهام شدید شده بود. بعدش از حدوداً 1 سال قبل از طریق اینستا کلینیک رایان رو پیدا کردم، یعنی این نبود کسی به معرفی کنه. بعد دنبال کردم، پیجو که دیدم کارهایی که انجام دادن حرفه‌ای بوده، کارشون خیلی عالی بوده، خط رویش خیلی خوب بوده. دیگه بعدش تصمیم گرفتم که برام مشاوره بیام و دیگه قسمت شد حالا کاشت انجام دادم. قبل از کاش چقدر در مورد روش‌ها و نتایجش تحقیق کرده بودین؟ تحقیق زیادی انجام داده بودم، یعنی من هم از جای دیگه سوال کرده بودم، هم مشاوره گرفته بودم، پیجای دیگه رو دیدم، ولی خب مورد پسندم همین کلینیک بود، چون من دیگه نمونه‌های کارا رو که نگاه کردم دیدم همه چی خیلی حرفه‌ایه، خیلی طبیعیه. بعد کاش حالا اون 6 ماه که بگذره و واقعا از نتیجه راضیم. روز کاشت مو چطور گذشت؟ استرس داشتی؟ نه، استرس خاصی نداشتم. یه ذره هم هیچی نداشتی؟ نه. روند کاشت چقدر طول کشید و چقدر درد داشت؟ روند کاشت حدوداً یه 8 ساعتی طول کشید. قبلش هم از یه دستگاه‌های ترموجت فکر کنم اسمشونه BAC رو زدن، این خیلی تاثیر داشت، یعنی درد واقعاً کم کرد. درد اون چنانی نداشت، یه چیزی در حد نشکون گرفتن فقط. بعد از کاشت چقدر طول کشید تا نشونه‌های اولیه رشد مو رو ببینی؟ بعد از کاشت بعدش 1-2 روز کلاً رفت رو ترمیم و تا 2 هفته اول موهایی که کاشته بودن رشد کردن، ولی بعد 2 هفته ریزش داشت. حدوداً از ماه دوم بود که رویش موهام شروع شد و به مرور زمان نتیجه رو میدیدم و حس می‌کردم اینجور موها دیگه داره رشد میکنه. مراقبت‌های بعد کاشت نه راحت بودن، ولی خیلی نیاز بود که حتما دقیق انجام بشه که تاثیر خوبی رو حالا کاشتی که انجام دادیم بذاره. و منم چون دکتر خیلی تاکید کرده بودن و خود پرسنل مراقبت‌ها رو خوب انجام دادم
طبق چیزی که بهم گفتن و نتیجه رو دیگه گرفتم. تیغ‌های معمولی که برای کاشت مو استفاده میشه و در بازار به وفور پیدا میشه مناسب گرفت‌های 3 تایی و 4 تایی هستش و حتی ریزترین تیغ‌هایی که وجود داره و باریک هستن که تیغ‌های دایموند هستن برای گرفت‌های 2 فولیکول به بالا استفاده میشه، گرفت‌هایی که نسبتاً بزرگ هستن و میتونن تو این شکاف‌ها جای بگیرن. ما شکاف‌های لیزری رو در محدوده 1 در 1 سانتی متری ایجاد کردیم براشون که میخوام مقایسه کنید با تیغ‌های معمولی که برای کاشت مو استفاده میشه. حتی نازکترین تیغ‌های موجود در بازار جهانی که تیغ‌های دایموند هستن سایزشون از شکاف‌هایی که ایجاد شده بالاتر هستش و بزرگتر هست. این شکاف‌هایی که مناسب موهای تک تریم شده است یا موهای دویی که تریم شده باشن. با این روش میشه یک خط رویش پرتراکم و طبیعی رو کاشت انجام داد. اگر بخوام از 1 تا 10 نمره بدم، نمره 20 رو میدم، چون واقعا کاشت خوبی انجام دادن برام. از نتیجه خیلی راضیم. خودتون دارین مشاهده میکنین رفتار پرسنل تو چند ساعتی که داشتن برام کاشت انجام میدادن عالی بود. خود دکتر رفتارشون خیلی خوب بود و خودتون هم دیگه مشاهده میکنید خیلی عالی بود همه چی. 2 تا چیز خیلی برام مهم بود. یکی خط رویشمه که طبیعی باشه، چون من مشاهده کردم افرادی که مثلا از نزدیکام کاشت انجام داده بودن خیلی خط رویششون مشخص بود که این طرف مثلا رفته کاشت مو انجام داده. من اینو نمیخواستم و تراکم برام مهم بود که خدا رو شکر 2 تاشو گرفتم تو کلینیک رایان. یعنی هم مشاهده میکنین دیگه خط رویش خیلی طبیعیه، مشخص نیست. من اصلا الان بعد 6 ماه بعضیا که منو میبینن متوجه نمیشن من اصلا کاشت انجام دادم. و یکی تراکمه که خیلی عالی بوده. کسی بوده که بعد از دیدن نتیجه موهات بیاد ازت مشاوره بگیره و تصمیم بگیره که کاشت انجام بده؟ آره، من از خود چند تا از دوستامم ریزش مو داشتن. حتی همین چند روز پیشم یه نفر خود پیج کلینیک ازم گرفت، گفت که منم میخوام بیام و این چیزا. خب بهشون پیشنهاد دادم حتما سراغ بگیرن، بیان این سمت مشاوره بگیرن. خیلی ها بودن که حالا نتیجه رو که دارن میبینن راضین و میخوان بیان همین تو همین کلینیک کاشت انجام بدن. برای مشاوره که اومده بودم نزد آقای دکتر خیلی مشاوره خوبی بهم دادن. بهم گفتن که حالا چه مقدار باید کاشت بشه، چه داروهایی باید مصرف کنم، چه مراقبتایی باید انجام بدم. خیلی تاثیر داشت. پشتیبانی بعد از کاشت عالی بود. یعنی من از همون روزی که کاشت انجام دادم از فرداش من دیگه عکس میفرستادم، ازشون سوال میکردم، پشتیبانی حالا جوابم میدادن یا تماس میگرفتم. خیلی خوب بود. در هر صورت هر چند روز یک بار من مثلا عکس میفرستادم از فرآیند حالا کاشتی که انجام دادم که نگاه کنم، اونا بهم میگفتن چه کاری انجام بدم چه کاری انجام ندم. پشتیبانی کلا عالی بود. به کسی که هنوز 2 دله برای کاشت مو چه توصیه‌ای داری؟ به نظرم تردید نکنین. اگه حس میکنین کاشت مو لازمه، حالا اگه ریزش مو دارین حتما بیاین انجام بدین که هم داروهای تقویتی بدن که ریزش موتون متوقف بشه یا حداقل کمتر بشه، هم دیگه کاشت رو که انجام بدین خیلی ظاهر بهتری آدم پیدا میکنه. سیلی کنین دیگه. کاشت مویی که انجام دادم خیلی خوب بوده و قومل خود ما حالا هم شهری‌ها و اینا پیشنهاد کنم بیان حتما تهران کلینیک رایان اینجا کاشت انجام بدن، چون فرایند کاملا طبیعیه و مشاهده سیلی کنین دیگه عالی بوده.